درود بیننده عزیز شبکه اجتماعی دلیر معلم، امیدوارم شما خوب هستین و از قبیل روان شده امروز ما فرخار روان میشیم از ترمینال مسافربری شرق از قسمت شرقی دوشنبه است. برای فرخار رفتن قسمت جنوبی دوشنبه هم هست توسط راه باختر و اون طرف، ولی ما توسط جنوبی قسمت شرقی وحدت نورک دنغره میریم. 70 تومان نرخ گذاری کردیم. 180 کیلومتر راه هست خطا نکنم زیادتر و بیشتر از 3 ساعت با ماشین مایده. خب کوتاه میگم که فرخار همچون ناحیه سال 1930 در دوره حکومت شوروی تشکیل شد، شامل ولایت کولا بود، حالی شامل ولایت ختلان در جنوب همسرحد است با همسایه ما افغانستان. خب میریم فرخار از نزدیک میبینیم. رفتیم. ما با یک عذاب بزرگ برادر راننده را خواهش کردیم که 4 جمله گپ بگه که چرا بدخشانی گوش بکنه. عجیب برای ما. نمیخوای گفتم. نه گپ نگیم. بکن گوش بکنی نمیخوای گپ بدم. نه گوش بکنم. چند وقت سوق بدخشانی گوش بکن در بود شد؟ خیلی گوش بکنم. 1 سال نیم سال. نه مثلا من پیشم گوش بکنم. هم گوش بکنم کار فکر باید دارم. از دوشنبه تا اینجا که آمدیم البته نم باران هم ما را انتظار است و این منطقه رزینکه است که ما را جدا میکنه طرف واسه کلوب که 150 کیلومتر آمدیم و باید بگم که 150 کیلومتر خیر راه آباد آمدیم و تقریبا 30 کیلومتر دیگر ما میریم طرف فرخار که گفتن که راه هم دیگه کمی با تعمیر نیاز داره. حالا میبینیم میریم در فرخار میبینیم. این طرف همدانی یعنی راه خیلی آباد طرف سرحد میره و این طرف دیگه راههای با تعمیر نیاز داشتن پیدا میشه. عجیب راه همدانی آباد این راه حلقه چقدر پسیاش سر شه فرخار. درآمدگاه شهرک فرخار ناحیه فرخار که ما به راههای آباد رسیدیم. خدا را شکر بعد از 30 کیلومتر. هم بیناهای ساخت شوروی و هم از دوران استقلال برابر دیده میشه در دو طرف راه. بیننده عزیز، ما در مرکز ناحیه فرخار قرار داریم که در پس منظر مجمع اسماعیلی سامانی هست و این مرا خوش آمد که وقتی که من در مرکز این ناحیه فرا آمدم صدای رادیو طنین انداز است و ما باید طبق درخواستی یک مادر اگر یادتون باشه چند ماه پیشتر گیله کردن در مسئله اویلویشون بحثی خانه داشتن، ما یک بار با جماعت غیرت میریم اولتر از همه این مادر از سری راه خبر میگیریم، بعدا از دیگر نقطه های فرخار برای شما گزارش میدیم. خب برای من جالب است که من در این میدان مرکزی خواستم همین کاغذ پاره ها ما پرتوام، متاسفانه هیچ قوطی پرتو نیافتم در این نزدیکی ها که اولین مسئله که من روبرو شدم
ولی کیسه مونده میگیریم. در فرخور پس منظری ما شما یک بینا را میبینید که حمام است در جماعت خراسان است و این گونه حمام ها من در دیگر مرکز های جماعت شهر و ناحیه ها دیدم. یعنی از هم دوران شوروی نیم ساخت و ویرانه و دیگر کارناشه هم مانده است. نمیدونم که اینا دوباره با سیستم اولشون برمیگردن یا که فعالیتشون دیگر میکنن. راست خیلی بیناهای خوب و مورد استفاده اند میبینیم. این از تاپچکه ها معلوم که یک وقت شاید کار میکردیم حمام با همین نزدیکی، چون قالین هم هست هرچند بالاش حتی ولی درش هم بسته. جوانی فرزندای ما در روسیه در چی مهنتی گذشته، مهاجرت مهنتی گذشته، 18 سال مهنت کردن، خانه ساختن. من مهنت های خودم تحمل کردم، مهنت های برباد رفته فرزندان ما تحمل کردن نمیتونم. بودم برای اون افرادی که تازه از این لحظه ویدیوی ما را میبینن درود میگیم و میخوایم بگیم که قضیه بحث منزل مادر با برادرش که در دوشنبه هست و با شاهدانی که در ناحیه فرخار زندگی میکنن از ویدیو گزارشی که با نام فرخار روان شدیم جدا برای شما پیشنهاد میکنیم، انتظار باشین. طبق اطلاعی که ما پیدا کردیم این بینا باید کینوتئاتر باشد و چگونه که نوشته است بالای حرف پرزیدنت کینوی وطنی رشد افتخار ملی ماست. کینوی وطنی رشد افتخار ملی ماست. کینوی وطنی رشد افتخار ملی ماست. من نفهمیدم شاید خطا باشد در جا به جا گذاری کلمه. خلاصه ولی عجیب این است که اینجا آویاکاسا و دیگر نقطه های فروش است. یک بار وارد میشیم و میبینیم که کینوتئاتر است و یک فعالیت دیگر کرده ایستادن. شما خوب هستین؟ دلیر زنده باشه. امالی گفتم برام شما اینجا کار میکنین؟ در همین کینوتئاتر چی کاره؟ صورت میبرونی. کینوتئاتر کار میکنه؟ یک بار دورچان کی را ببینم من؟ اینجا چند تا نقطه های فعالیت کاری هست مثل صورتگیرخانه و نقطه فروش. چی با نوار نگیرم؟ سلام علیکم برادر جان. شما خوب هستین؟ من دلیل روزنامه‌نگار خواستم یک بار کینوتئاتر را ببینم که چی حال دارد، چی وضعیت دارد. سلامت شما. اگر دستم بند است بخشید. تشکر زنده باشین. همون چی شد بعد اخیره؟ چی شد؟ چی شد؟ همون خونه سوخته سابدروسیون کاش کردیم پارتوفتی. بله. همون چی شد؟ نه ولی چاپان سوخته نه بود پرسید. سوخته سابد بعد همین جنگل پنجول رفت و بعد دیگه نمیدونم چی شد. ولی بحث سودیش با دوام میآورد. دوشنبه را در نظر دارین؟ دوشنبه داخلی. شما ما را تماشا میکنین؟ چی تماشا نمیکنین؟ زنده باشین. من یک بار کینوتئاتر را ببینم اکا بخشش. داخل یک بار ببینم که چی گپ است داخل اکا جان. سوید نداریم اینا. ما سوید دارم اکا دیگه نشو کن. سوید نداریم؟ او بیرون ده هست کو؟ شما اینجا چی کاره نکن؟ شما پاسبان اینو که مامور یا که راهبر هم کینوتئاتر؟ راهبر؟ این زرتوبه کینوستودیو است یا کینوتئاتر؟ کینوتئاتر کینوستودیو را نگاه میکنه؟ تاجیک فیلم. در درآمدگاهش بعضی مغازه های دیگه هستین در شرطنامه طرفین کار میکنه؟
آخرین بار در اینجا کی کینو نشون داده بودن؟ نواکی؟ مردم میبیاد تماشا. در مسئله تعمیرش بوره با حکومت نوحیه یگون مکتوب کردن که تعمیر کنن اینجا را. ما ناو تعمیر کردیم. سفر جنوبی اولی بود. ناو تعمیر کردیم. همین تعمیر است و همین کرسی هایی که میبینیم. نه داخل در نظر دارم در مسئله داخل یگون صحبت نکردیم با مقامات محلی که تعمیر کنن. تندر گذشتگی است. توجیک فیلم چی میگه برای تعمیر؟ این باران نم دیگه باران سخت هم شد. از زمستان ما با بهار در فرخار گذشتیم و در پس منظر ما قصر فرهنگ است. یکی از نقطه های دوم مهم که در هر شهر و ناحیه ما حتما وارد این بنا میشیم. کارمندان قصر فرهنگ به کاخ فرهنگ دهه آریان جماعت دهات فرخار کوچانیده شدند. 11 فوریه 2022 چند روز پیش که ما پگاه این قصر فرهنگ نو ساخته شده را میبینیم. از روی عادت ما به هر شهر و ناحیه که میریم حتما از یکی از مسجدها دیدن میکنیم و مسجدی که در پس منظر ما هست در خود شهرک فرخار ناحیه فرخار است که درش هم باز و برادرای ما انتظار هستند که یک بار از نزدیک امروشون صحبت میکنیم که این مسجد 5 وقته است یا جمعه و عموما این مسجد به نام کی است برای که اون تابلو هم نیست. وارد میشیم. سلام علیکم. شما یعنی پاسبان متولی میگن در بعضی جا؟ سلامت شد. چند سال شد در این وظیفه این شما؟ من 5 ماه کار کردم. 5 ماه. یعنی مسجد 5 وقته است یا جمعه؟ جمعه است. یعنی 5 وقته هم هست. 5 وقته هم هست، جمعه هم هست. به نام کی است؟ به نام کی ابو شیرالی؟ یک دقیقه. امام اعظم. به نام امام اعظم. سلام. تعمیر هم رفته است. تعمیر رفته است. این تعمیر ایسا صاحب کار است یا ایسا مقامات محلی؟ تعمیر نرفته است. تعمیر مخدم. برای چی استاپ شد از تعمیر؟ نمیدونم چی کار کردن که مخدمش کردن. توی چی نرفته است باور. توی چه رفته؟ تو کی رفت تعمیر؟ باوری همین تیرمو مخدمش کردن. دیگه شرایط هست برای نمازگزارا؟ هزار باشه. چند نفر میتونه در یک حالت نماز بخونن؟ مثلا نماز جمعه میگوین. بله. جمعه 3.5 آدم میبرن. 3.5 آدم. اجازه است وارد چند یک بار ببینید شرایطش. با تشکر از همین صفحه یوتیوب که ما علاقه در فرخار چندون برادر قنچی که ابونچه ما هستن زنده باشین. در مسجد بخوردیم برادر خدا قنچی بودت همون قبول کنه. زنده باشین. زنده باشین. خوب اینجا جای دستفروشی همش رایگان. آبی گرم هم دارد. آبی گرم دارد. سلامت باشین. خدا اقبال تیتونه. زنده باشین. کنی ترموسم؟ اوی گرم. اینه بوچه سرزاوی خنک. این پرش آجاز کنه این پرش
در همین خیلی شرایط در فرخور چند تا مسجد است؟ در خود شهرک اگر بگیریم. در این شهرک جمع خانی هست؟ ها جمع خانی. هست یک 12 تا 13 تا در تمام ناحیه فرخور. در خود شهر چی؟ داخل شهر. یک تاست. جمع خانی یک تاست. جمع خانی یک تاست. ولی یک دقیقه بخشش. امک جان اینجا را چی گفته شما؟ مزار حضرت سلطان میگن. کوتاه اطلاع میتین دربارهشون دربارهشون؟ اینا ما هیچ کار نمیدونم. همین ما وقتی ما دهک بودم. همین مزار حضرت سلطان میگن. اینا مقابلش نمیگن. اینجا آرامگاه شد. آرامگاه. یک زیارت کنیم نوشم باید. تشکر. در داخل شهرک فرخور ما به یک نقطه بخوردیم که مردم محلی میگن که آرامگاه یا مزار حضرت چلتن است. خب متاسفانه من اون تابلو نوشته نیافتم که اینجا همچون یک آرامگاه باشد یا یک نقطه فرهنگی و تاریخی باشد و اون راهنما هم نیافتم متاسفانه، چون نوشته هاشم خیلی کهنه است، در دیوار نوشته شده، اون سنگ دیوار هم نیست که بفهمیم که دقیقاً چی است. خب همراه میبینیم یک لحظه اینجا را. در شهرک فرخور ناحیه فرخور ما آمدیم نزد ورزشگاه مرکزی ناحیه فرخور و طبق اطلاعی که ما داریم اینجا باید مکتب ورزشی باشد و همزمان ما از دسته مشهور فوتبال حاصلات فرخور پرسیدن میخوام ببینیم که چی وضعیت است. جینا بازیشون کتی رگر بود نه حاصلات پریر یک شد نه خطا نکنم. هادی در جای اول ایستادگی است همین روزی که ما ثبت کردیم. این در تاریخ چند سال حاصلات جای اول برآمد بعد چند سال؟ 5 سال پیش چمپیون رسپوبلیکا شده. در لیگ عالی یا لیگ یکم؟ لیگ عالی کوبک گرفته بود. در لیگ عالی. خوب این ورزشگاه چند نفر جا دارد؟ 10,000. 10,000. کی ساخته شدگی است این؟ 8 سال پیش. 7 سال. 8 سال شده. از خود طرح اولش دوره شوروی موندگی است. نه. فوندامنتش شوروی است. دوره که من سال سال 73. این اطرافش نو بنیاد شد. سال 8 سال 7 سال 8 سال 13. ولی سرپرست حاصلات کی است؟ مبلغ گذاریش سرپرست رئیس حکومت نوحیه. رئیس حکومت نوحیه. اخدی همین ورزشگاه نگاه بینش با دوشی کی است؟ با دوشی شما؟ شما کی هستین با اجازه بخش؟ دیرکتور ورزشگاه. خرجش کی میکند نباشم؟ خرج حسابی چی میشود؟ بودجت نوحیه. بودجت نوحیه. میشه سالانه فهمی که برای تعمیر و برقرار کنی همین ورزشگاه سالانه چقدر جدا میشد؟ اینا مخن داو میکنه میگیره مخ. اینا پورینا 80,000 گرفتم. 80,000. اما میرم برموشا ریمون کردم اینا یورا امرام بکدگی مخ. یو نبدن. اهالی من میبینم که یعنی بعضی کرسی ها شکسته یا که کرسی ها کنده شدن. او فوتبالی او بالشی آدم همه کشولی که کرسیه. یعنی از مناسبت ما شهروندان وابستگی داره چی؟ هر یک شخصی که همین درون میدرویا اگر در فکری آینده پگش باشه نمیشکنه. لیکن پگش نباشه امروز میشکنه پگه بیتون نمیشه. مرکزی و میدان ما میبینم که چی وضعیت دارد اونجا لای است چی است؟ کم برای خوزی میدان در تعمیر تو چمپیونات را بویرا کم ریختگی جورا. حاصلات کجا تمرین میکنه؟ حاصلات همینجا تمرین میکنه تمریناش. عموما همین ورزشگاه بغیر از کرسی های شکسته که با تعمیر نیاز داره با چی پرابلم دارد؟
اگر اشکارا بگوییم از پرابلم‌های ورزشگاه غیر همین چی دنیوش خیلی بعد تعمیر کردن بعضی جوش تو و بعضی جوش شیشتگیه اما را سوس کردن در کار بیتون ریختن در کار روز کردن در کار و بعضی جوش دیگه آه بله همین که یک کلمه شام جوش شیشتگیه یکی ورزشگاه‌های بهترین جمهوریه در همین نقطه‌ای که ما می‌بینیم یعنی 6 تا سالکه جغید است چند جای ورزشگاه نشستگاهش همین خیلی جغیدگی است 3 جا شما با دیرکسیون ساختمانی که این کارهای تعمیر را انجام داد مراجعت کرده که دوباره آن را برقرار کند 8 سال گذشته چون دیگه اون را برقرار دیگه نمی‌وه برای برقرار کنی این سالانه از بودجه ناحیه مبلغ نپرسید که برقرار شد شاید اون مخلص میاد میشینه اون حالت فاجعه شود اینجا وقتی که میشینه نه تای خوب گره هیچ نمیشه تگ همین خوکه سلامت باشید در قسمت دیگری ورزشگاه تا همون نشستگاه‌ها هست مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه فرخار به نام تغای دوست ببینیم که در اینجا بچه‌ها با کدام نوع ورزش مشغول هستند همین ورزشگاهی که ما حاضر دیدیم یعنی شما هم زیر نشستگاهش هستین و این در پشت هم یک ورزشگاه هست که حالت تعمیر این و کجا را نگاه میکنه این مؤسسه الوهیده است خودش ما در اینجا اجاره نشینیم اینجا اجاره نشین این ورزشگاه کجا را نگاه میکنه این میدان احتیاطی میدان خوردی همین ورزشگاه مرکزی است که مربیای ما تمرینات خودشون در همینجا میگذارن فقط شرایط خوب نداره بفکرم ببینین یک بار بالاتش درست نیست درون درس نه اینجا گفتن که احتیاطی از تمرینای الهی احتیاطی اساس در ورزشگاه میگذارن شما اینجا چی تمرین میکنین بچه‌ها گوشتین ملی جودو چی جودو چرا ملی نه جودو اکا جای برای ما ها اینجا چند سوم است حساب کتابتون به پول شما رایگان در یک هفته چند بار تمرین میه چه خیلی است 5 بار یکون دستاور داری چی دستاور داری هودی مدال دارم جای سیوم سطح ناحیه یا ولایت یا جمهوری ولایتی خیلی چیز نو سر کرد یا دستاور داری علاقه از همه گوشتنگیرای زور کی را میشناسی خواجه‌زاده بهروز سامان محمودی یا آفرین اینا بچه‌ها دولتی تامین دولتی هستن نمون کن سلام علیکم استاد بخشش تشریف دادیم حضور زیاد معلم چند نفر فرا گرفته شده است اینجا با تمرین گروه 20 نفر 20 نفر در یک روز چند تا همین گروه 20 نفر میآید 3 گروه 20 نفر همش شما تمرین میکنید 3 معلم هر روز چند ساعت تمرین میکنن بچه‌ها یا ساعت درس کن 45 دقیقه خودت 2 ساعت ماش مبلغ گزارش چه خیلی است چه رایگان شاگردا هستن که 20 ماش از شاگردایی که میآیند با اگر گروه مکتب ورزشی نباشد چی چند سوم 30 سوم در یک ماه همین شما چند سال چی مربی هستی 6 یکون دستاورد شد یا نه خیلی جایزه داره جهان داره از میان همین بچه‌ها سطح جمهوری داره چی داره چمپیون یا چی داره چمپیون همین بین هم بچه‌ها یکون چمپیون هست بین هم بچه‌ها از شرایط چمپیون ولایت همه چمپیون اینجا داری کن چند سال هستید سفیالو سفیالو چند سال همش کسه سلام علیکم 10 سال همش کسه چمپیون چی داره خود چمپیون جمهوری همین مشق کردن برای جنگ‌های کوچکی است که برای ابطال بدن نه برای این جنگ می مشق می‌کنیم تو اون رزولتات بچه‌هایی که در کوچه جنگ میکنن دیگر هم میزنن حتی کورچه کشی اون رو چی میگوی چی دستاورد داشتی خودت برات چمپیون کی کدام سال
میسونن چمپیونشی سال گذشته چند تا چمپیونی داری 5 5 کارت معلم شرایط تمرین چقدر تولور شرایط تمرین اگر بخواد کمی ساعت کدوم ساعت بود یعنی میبینم که بیتون هستم کجا ساعت بود خیلی اکا و خیش چی بود گرمی را چقدر تامین میکنی شما گرمی را با تنش با تنش خود چون دایزال اکا سپاسمی که ماش کرد من نمیخوام خیلی بعد شما به اون سرپرستان مراجعه نکردید که زل شما را اقلا تعمیر کنن رنگ و بور کنن اقلا همین ما نصیب کی میاد دارد که اینجا را تعمیر کنه رنگ و بور صاحب کارو ها نیا دارن که رنگ و بور کنن بودجت محلی نیتی رنگ و بور و تعمیر داره شما مهم مرد گرمی را اگر چند سال شما مربی هستین؟ 17 سال است که من در این تولوری ورزشی مکتبی رویای فوتبال مربی گشتین ملی کل و فعالیت کرده هستم. گشتین ملی چی دستاوردها داره شما در این تمریناتون؟ در این تمرینات ما با این شاگردها در مسابقه‌های منطقه‌ای و ولایتی و سطحی جمهوری اشتراک کرده سزاوار چندی بار جای اول گردیدیم و زیاده در این سال 2021 از اول سال تا آخر سال زیاده از 16 تا کاندیدات مستر اسپورت نامزد با استاد ورزشی جمهوری ترکستان شاگرد تربیت کرده بودیم. سلامت. مثلا مبلغ گزارش چه خیلی است؟ کسای رایگان کسای پلاکی چند سوم است؟ رایگان است واقعا عموما سطح مبلغ بچه‌ای که از مکتب ورزشی بیرون میان اونو چند سوم میتونن؟ نه نداریم مطلب بچه‌ای که کلان سالن نداریم بچه. پس مثلا خرج و دخل شما کدوم حسابه شما خودتان؟ معاش میگیرم از دولت. از کجا؟ از دولت. خب آخرین سوال همین شرایط تولوری که من دیدم یعنی به یک تعمیر و رنگ و بار نیاز دارد شما چی فکر دارید در این مسئله مسئولیت کردگیان کوشش میکنیم که رئیس مونم دستگیری خوب اون کرده است ان شاء الله که بعدا مکاگیان که ریمونشون میکنن تعمیر کدام رئیس کی وعده داد دیرکتر مکتب ورزشی کی وعده داد بعد کی تعمیر شد کی رنگ و بار شود همین با اخیری همین موهای مرتا باید تعمیر شود حالی مسئله گرمیش چی خیلی است اینجا گرمی هم ببینن که همه چی بیتون خوبتره بیتون است که همه پیچکا داریم کار میکنم سطح گرمیش هست این حجره کاری کی است دیرکتر مؤسسه خیلی تعمیر از دیرکتر مؤسسه کجا تنظیم دیرکتر مؤسسه شما ما همیشه دیرکتورها رو عادت کردیم کاستیوم بروک باید داشته باشن بله اخی امروز وای داشتیم بودیم درخشانین داشتیم اینجا یک کابینتی وای کارگزار اجرا تعمیر رفته همین کابینت کارگزار دیرکتر مؤسسه جا اوپر یا از دیرکتر مؤسسه ولی همچنین دیرکتر مؤسسه چه خیلی باهم میتید یعنی کابینت خودتون گرم تعمیر جای تولوروی بچه‌ها کابینت همه تعمیر جای الا رفته است همه بچه‌ها دادگی ام پیچکا هستن و الا سوم که جدا شد ما 4 5 کابینت تعمیر شد شما همچنین دیرکتر مؤسسه میتونید بگید که تقریبا دیگر تولوروی ورزشی کی تعمیر میشه تو موی آخرین مارت از حساب بودجه از حساب بودجه محل هم دستگیری شده در خود شهرک فرخور ناحیه در اون خود شهرک فرخور بود چند تا خیلی نقطه های تولوروی تمرین است 27 دلار داریم 27 دلار داره از صاحب کارا است که از مکتب از صاحب کارا هم داریم از مکتب از مربیان هستن شما با صاحب کارا همکاری دارید میتونم برای شما رایگان تیا بله این حجره کاری شما حساب کی تعمیر شد حساب بودجه ما ما برادر همچون دیرکتر مؤسسه معرفی کردن ولی همچون ورزشگر نه شما از روی کدوم نمونه ورزش تمرین میکنید کیک بوکسینگ این بالای جوان هم دستاورد خودتون است یا مکتب دستاورد خدمت سال 2009 تو چند تو اینجونی در کیک بوکسینگ بالاترینش کدوم است بالاترینش و پویاسه چمپیون بین‌المللی 2018 شدم میانبان در کجا در جمهوری ازبکستان چورن پویاس رنگ پوتین با اجازه معرفی کردن که تقدس کی بود تقدس سابق بود دیرکتر مؤسسه دعوتی مکتب ورزشی از سال 2013 تا سال 2017 از نمود ورزش چی تمرین میکردن اینا چی
یا فوتبال بودم مربی اوید با فوتبال مربی فوتبال بازیگرای سابق بازیگرای حاصلات همون دوره‌ای که حاصلات معروف بوده معروف بود در همون دوران شوروی انمی تقاعدش یکی از همون بازیگرای بهترین همون دسته بودن سلام خود امیدوارم که محترم دیرکتور پشتم دیگه تعمیر بشه این نوشته ها رو ببینید بله تعمیر شما برای کار شما ده این باشه این بارون در فرخور نه بارید کشتن هم میبارید ساری بارید امروز بارید سر امروز پاگا بارون های شما همه فرخوره چی کار بدین در وقتش؟ اینای برادر ما را چند قدم تای چترشون داورن در فرخور سلامت باشه شما ساکن فرخور در وقتش چی کار بدین؟ در وقتش هم بی اسپارتیون فوتبالیست؟ کدام کمانده ده؟ کدام دسته؟ کمانده حاصلات ده حاصلات؟ کدام قسم میدان دا بازی میکردین؟ لینای زاشیدنیک حمایتگار ده؟ حمایتگار ولی ما مکتب ورزشی اومدیم مکتب تقای نشناختیم تقای دوست شاگرد بود دوست تقای حکیم محمد ولی حاصلات ولی رحیم ولی خان اینا جماعت کار میکنن حاصلات دادی در لیگ جای یکمی شده؟ جای یکم ده ما بالش کیمون بازی نوبتیش کی کتیاد؟ بازی نوبتیش خطو قطعی یک پرابلم حاصلات هادی بگن هم سابقه دار که هادی حاصلات چی پرابلم داره؟ پرابلمش هیچ نیست 100% ورزش همان قسمت بازیگر داریم؟ داریم برای کار برای رحمت زنده باشین تشکر تقریبا یک روزی ما با پورگی به انجام میرسه در فرخور ولی قسمت انجام روز ما آمدیم به آثارخانه شهر فرخور که شهرک فرخور امیدوارم که ساعتی کاری چند دقیقه گذشته است شاید کسی را پیدا کنیم که در آخری لحظه باهاشون صحبت انجام دهیم و علیکم السلام محکمه علیکم اگر ما خوش کنیم که دوشنبه آمدیم چند لحظه جای تاریخی فرخور را ببینیم چی؟ اکاجان توغوره پگاه ساعتی 7 دول میشه تا ساعت 5 بعد 5 ما نمیتونیم اگر من خواهش کنم چی بسیار خواهش کنم چی هم اگه چند همین یک دو نقطه شان نشون تین تمام نیم نقطه ممکن است در اومدن برام شما چی باید که آمیتا آخه دکتر بعد کاری جام ممکن نیست بعد کاری ممکن نیست بعد ساعت کاری خب بیننده عزیز همه که خوش صحبت بسیار ما را با لحن شیرین از پیش آثارخانه جواب دادن که حتما پگاه ساعت 8 علاقه 8 یا 9 8 علاقه کار میکنم و ما پگاه ساعت 8 انشالله میریم قبول آثارخانه شهرک فرخور شهر فرخور را میبینیم بیننده عزیز هر شهر و ناحیه‌ای که میریم از اونی که ما مشتری امانت بانک و الف بانک هستیم از اونی که الف با کارت ملی کار میکند ما حتما از خدمت رسانی بانکمت‌های امانت بانک در هر شهر و ناحیه استفاده می‌کنیم یگان جای تبلیغ نیست این آشکارا است و ما می‌خوایم هر شهر و ناحیه را در این برابر سیستم کاری بانکمت‌هاش نشون دهیم که اونها واقعا فعال هستن یا نه وارد میشیم خب این بانکمت ما می‌خوایم که اگر ببینیم пожалуйста подождите 7:24 ساعت این ساعت کاری تمام شد ولی این بانکمت با ساعت کاری دست نداره باید دیگه کار کنه متاسفانه ای بای متاسفانه بانکمت کار نمیکنه ما ببینیم که از کجا ما مبلغ گرفته میتونیم برای شب ایستادن در فرخار ما اومدیم تو اینکه نزد بانکمت‌های دوشنبه سیتی گفتم رقم از این پول ما نگیریم نشد مایلش کارتمونته کارت ملی الف برادر از ما در داخل آفیس کاری دوشنبه سیتی در شهر فرخور قرار داریم شهرک فرخوری ناحیه فرخور هرچند ساعتی کاری گذشته باشد و ما یک لحظه بانکمت دوشنبه سیتی هم داریم که از حالت کاری بیرون بود متاسفانه ولی این برادر یک کار خیر کرد برادر عزیز ما کارگر دوشنبه سیتی از بیننده های دائمی ما گفت که همیشه ما در فرخور دوشنبه سیتی در خدمت مردم هستیم و همیشه کوشش میکنیم که مشکلی مردم را آسان کنیم برادر جان تشکر زنده باشین مشکلی ما هم آسان کرد چند سامانه که داشتیم گرفتیم از کارتمون زنده باشین
در فرخور شبانه ماندن دو مهمانخانه است که برای ما دوستا پیشنهاد دادن، توصیه دادن که شبانه ایستادن در کن. یکیش مهمانخانه‌ای که چایخانه نام داره، در آشیانه سیوم میشه شرایط زیست خوب است، میانه است. خوب البته در سطح کلاس نه ولی در یک سطح میانه هست. برای یک نفر آبی گرم دارد، خودی هوا گرم کنکش است، جای خوابی تازه دارد، 80 سومون. و در این برابر برای ما مهمانخانه دیگر هم توصیه دادن که حالی اونجا میریم. با 80 سومونی در یکی از مهمانخانه های دیگری فرخور ما میتونیم چنین حجره داشته باشیم، تلویزور، پیچکار بخوری الکترونی، یخدان. خب چون همیشه دو کتی خواب است ولی باور کنین یک تاش برای ما کار میاد، خاطرتون جمع باشد. تیریزش است، اینکه تعمیر خیلی مؤثر دارد، برای ما مقبول. خب جای دستفروشی و حاجت خانه‌اش همش تازه. شاید 80 سومون برای بسیاری قیمت باشد، شاید برای بسیاری ارزان، چون نرخ‌های دیگر مهمانخانه را میگفتم هر کس هر چی میگفت، ولی مهم شرایط دارد. مثلا جای نماز هم هست، تازه هم هست، در مرکز شهرم قرار دارد. سعادت خطا نکنم، بله مهمانخانه سعادت. اگر شبانه برای کسی بانکمت در کشد از امانت بانک، متاسفانه بانکمت یکم کار نمیکرد. خب جالب که درهاش هم بسته است، یعنی پنجره من نمیدونم بانکمت از پنجره داخل برای چی است، در حالی که کار نمیکنه، ولی اگر وقتی که کارم کند اگر خب شبهای فرخور نمی فری برادر کسی باشه در راه اگه گیرون نمیکرد شاید من نمیدیدم که همین تاریکی در آثارخانه از متاسفانه هیچ نوشتهشان در شب دیده نمیشه، تابلوش هم نیست. روز ما دیدیم شب ده. بعدم کوچه هم خیلی تنگ و تاریک است شبانه. ای وای. مثلا این خیابان مرکزی در پس منظر چراغا هست. اینجا چراغای بیناها نباشه، اگر چراغای اساسی کوچه اینجا دیده نمیشه. نمیدونم چرا این منطقه در نیست چراغ. میدان مرکزی مثلا یک گوشه میدان چراغان است. اینجا پیکرهای سومانی در پس منظر حکومت ناحیه هم هست، ولی همین حکومت ناحیه را ببینید این طرف کوچه الکی اگر چراغای بیناها روشن نباشد کوچه ها تاریک است دیگه، هم اگه پهلوی حکومت ناحیه. و این طرف هم باغ پرچم هست، هم اگه یک یا دو لامپوچکا گیرون است. و قبل این باغ هم شبانه خیلی تاریک. فرخور نیم روشن به اون معنی که یعنی نیمی کوچه چراغ دارد، این طرفش نه، جالب نه، یعنی یک طرف کوچه چراغ دارد یک طرفش نه. تمام شهرک فرخور ناحیه فرخور همین وضعیت دارد. این طرف ببینید تماما نیست، حتی راه ماشینگرد هم یک طرفش نداشت یک طرفش داشت. این صفحه اگر نگاه کنیم همین بینایی که میبینید یک چراغش روشن، این سیاوشیانه است، بینای حکومت ناحیه فرخور است. و شما همین کوچه‌ای که میگذارین نگاه کنید، این طرف اگر گردیم دیگه در تاریکی میمونیم. همین بینا چراغای خودش نباشه اگر این کوچه دیگه تاریک است کلا. یعنی ببینین مردم پیش پاش خوشت خیلی با عذاب دیده میره اگر همین روشنی همین بینا نباشه. یعنی در این کوچه دیگه لامپا کار نمیکنه. تو خیلی دوری را بود، تو چند صد متر میبینید در دور با یک لامپچکا دیگه بحث، دو سه لامپچکا در دور بود بخشش. یعنی این چند صد متر در پهلوی حکومت ناحیه خیلی تاریک است متاسفانه. یعنی در فرخور من همین احساس کردم که کدام میدان مرکزی است یک دو لامپچکا گیران میشد اونجا ببینین. خب و یا چراغای خودی بینا اکثر میدان مرکزی همین خیلی وضعیت دارد. و وقتی که این طرف میگردیم دیگه تاریک و در کنج چراغ با روشن میشه. یعنی میدان مرکزی چشم راست چراغ دارن روشن است و همین که طرف چپ یا راست میگردیم با تاریکی در روبرو میشیم. فکر میکنم که تنگ کوچه هاش هم همیگونه است چون من در راه های اساسی حالی هستم. تا همین لحظه هایی که من هستم دائمی رو در فرخور همین میدان در چراغک دیدم، ولی روزانه هم کار نکردم. این طرف دم هست و متاسفانه
شبانه همین چراغک ها کار نکردن. ما در باغی یک از باغ‌های مرکزیش شهرک ناحیه فرخار قرار داریم. یعنی شهرک فرخار در ناحیه فرخار. ببینید خط تاریک است که اگر همین یک روشنی پیدا شد ما در دیگر خوب می‌بینیم. ولی ما یک راه دیگر داریم. خب از این روشنی هایی که برای ما میزند ولی ما را می‌بینید چون در پس منظر متاسفانه هیچ دیده نمیتونید چون چراغ‌های دیگر هم در این میدان نه همیشه روشن، نیمش روشن نیمش خاموش، برای همین آدم با پررگی دیده نمیتونیم. این میدان پرچم در شبانه فرخار است و حال ما در جستجوی یگان آشخانه بهتر برای خوراک شام هستیم. اگر یافتیم بعدا برای شما میگم که در چند سامان یک نفر میتونه در فرخار خوراک شام بخورد. خب دیگه توی حد تاریک است که اگر ما لامپای دستیمون رو نداشته باشیم نمیتونیم دیگه ببینیم این باغ پرچم. متاسفانه با چند چراغ در اطرافش هست چی دیده نمیشه. ما در همین میدان پرچم در پس منظر آشخانه رفتیم با نام ابوبکر. میبینیم خوراک شام در چایخانه ابوبکر چند سامان است در فرخار. ما چایخانه گفتیم وارد شدیم ولی میبینیم که اینجا به یک طربخانه مانند است و شرایطش هم بد نیست که حالی ببینیم که بعد از اینکه ما خوراک خوردیم چند سامان میشد. با اون منویی که دیدید بالای میز ما فقط همراه شد یک پارس دیگر قیله که 4 دانه گوشت داشت. خب ما حدود 62 سامان در فرخار خوراک شام خوردیم. این البته خیلی قیمت است برای فقط خوراک شام ولی باید را آشکارا بگم که ما خوراک نصف روزی که نخورده بودیم به همین خاطر خوراک شام یکم زیادتر خوردیم. خب فقط همین قیلهش همین 4 گوشت داشت حدود 40 سامان بود خودش تنها، یعنی همین خیلی گران بود. اگر که همین نخوریم ما میتونیم یک خوراک شما با 25-20 سامانی در فرخار بخوریم. ولی از اونایی که ما گفتیم که ما نصف روز نخورده بودیم یک بار خوراک دوم خوردیم در شب 62 سامانی در فرخار خوراک شام. در مرکز ناحیه فرخار شهرک فرخار ما داروخانه هایی را یافتیم که تا ساعت 10 شب کار میکنن. اگر 24 ساعت داروخانه لازم شد حتما به نزد بیمارخانه میریم. ما چند دارو گرفتیم، کولگریپ و آمپیسیلین. این همگی 8 سامان شد، خیلی ارزان که باید از باران خون احتیاط کنیم که پگاه زکام نشیم. فرخار تلویزیون ورزش و مسابقه جودو و صدای فرزانه فرزند فرخار و تاجیک جعفر جلال. تصادف بسیار زیبا بود برای همون نوار گرفتن در مهمانخانه. فرخار فرزندان فرزانه زیاد دارد واقعا چون جعفر جلال با همراه استاد تابیش این سروده خواندن. درود به شیرمردای فرخار و شیرمردای وطن. اینا بسیار با زیر زمانی کانالا که کار کردن است او زیر زمانی بلند شده گید.
حاضرم اعضای حزب کمونیست تاجیکستان هستیم. باوری داریم به این حزب هنوزم؟ باوری داریم حزب بهترین ها است. ای نوعی فرخور ما چیدیم گروپ اندوالیتم ما جاچی سوتا فامیلش چی بود؟ رحیموف شریف خان انو شکایت دارم. چی شکایت داره از رحیموف شریف خان؟ رحمانوف شریف خان. رئیس کمیته امنیت گفتم با ابتکار خودمون نفر ساخته شده است. یعنی راهنماییمون. سلامت باشین. تو امروز ما همین را کرده اومدیم نه که بنابر سبب‌های هر گونه موافقی سپارش‌های مالیه و دیگر اداره‌های داخلدار با ما تا حاضر یگان مبلغی پولکی یاردم کردگی نیست و این مثال میگیریم همه ایم اولیکای خودمون کرده رفته است دیگه چوک خیلی 900 شما بود چه شما هم خرج اویلا هم خرج اینجا من نفهمیدم خیلی چوک نیم Ya,